بسم الله الحمد لله اما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سوره قریش. سوره قریش اینم سوره مکی هست و دارای 4 آیات است. آیات‌های کوتاه دارد. در اینجا الله پاک نعمتایش رو ذکر میکند و امر میکند به عبادتش. ترجمه تحت لفظی میشد فقط. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. لإيلاف قريش. اینجا ترجمه تحت لفظیش یعنی که برای الفت قریش. الفت گفته انس و الفت. چقدر پیرانسالای ما میگفتن که بیشتر یک الفت کنیم، یعنی که یک گپ زنیم، یک خرسندی کنیم، یعنی که برای الفت قریش. ایلافهم. ایلافهم این همون بگیم از لیلاف است. ایلافهم همون الفت همونها، انس همونها، محبت همونها. رحلت الشتاء و الصيف. رحلت گفته کوچ میبستن در زمستان. رحلت الشتاء در شتا باشد طرف یمن میرفتن برای تجارت. و الصيف و در تابستان، یعنی که اونها رحلت میکردن، سفر میکردن، کوچ میبستن زمستان و تابستان. یعنی که زمستان به طرف یمن میرفتن برای سودا و تجارت. چون وقتی که صیف تابستان بشید به سوی سرزمین شام می اومدن، چون که از اون طرفا سلقین ترک است. فلیعبدوا رب هذا البيت. پس عبادت کنید و شما یگام اگر نعمت الله پیش روتون نیارید و ای الله هم مثلا که نعمتاش فراموش هم کرده باشید، فلیعبدوا پس عبادت کنید پروردگاری همین خانه را. یعنی که الله پاک مردم قریش به خاطر خانه کعبه حرمت احترام دادگی بود. وقتی یگام اونجا سفر هم میکردن راهزنا اونو بگیم که کوشش میکردن که اونها را راهزنی نکنن به خاطر چی؟ به حرمت خانه که اونها قریشی هم هستن. قریشی یک قبیله از بگیم هم مکه هستن. مکه چند قبیله بود، یکی از اون قریش بود. اما کلانتران همونجا بگیم اهل قریش که بودن، همین قبیله که بودن حرمتشون میکردن. فلیعبدوا پس عبادت کنید رب پروردگاری هذا البيت این خانه را. الذي اطعمهم همون ذات همون پروردگاری که اطعمهم طعام داد اون قریشی ها را من جوع. من از میشه جوع گرسنگی، یعنی که الله پاک شما را طعام داد از گرسنگی. و آمنهم من خوف و امن گذاشت همونها را چی؟ از خوف گفته از ترس. یعنی که الله پاک از هم گرسنگی و هم چی؟ از ترس. چخیل از گرسنگی که اونها در تابستان طرف یمن طرف شام میروند کار دارن، در زمستان هم کار میکنن، طرف یمن در تابستان هم کار دارن. الله پاک هم خیلی بگیم الفت و بگیم محبت هم خیلی اونسشون دادگی بود که مردم قدشون معامله خوب میکردن. من خوف چخیل وقتی که ابرهه میخواست که چپک مکه رو و الله پاک از اون چی کرد؟ اونها در امن گذاشت که حرمتشون بود، آبروشون همون بود و عبادتشون در حول همون گردی همون بود. الله پاک چی؟ طیر ابابیل فرستاند که اونها را از اون بگیم لشکری کفار نجات داد. همشون در ترس بودن که اینها میان به خاک ما را یکسان میکند و کعبه که شرافت ما است و کرامت ما است از بین میرود. گفته الله پاک میگه ما از این نعمتایی که شما دادم این شما پیش رو آورده کمی کم عبادت کنید الله یگانه را. دیگر نعمتاش فراموش کنید، حدی اقل همین باید آورده عبادت کنید الله پاک را. الله پاک همه ما شما را هدایت توفیق نصیب بگردان. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.